زمانی لنین به صراحت نوشت مؤثرترین راه در هم کوبیدن طبقه متوسط این است که آنها را بین دو سنگ آسیاب تورم و مالیات قرار دهند. طبقه متوسط که نابود شود همه چیز فرو خواهد ریخت و طبقه متوسط دیگر باقی نمیماند تا کتاب به دست بگیرد، سفر کند، یاد بگیرد، یاد بدهد یا اینکه حامل ارزش‌های دموکراتیک و فرهنگ باشد. میلتون فریدمن معتقد بود تورم یا همون مالیات پنهان غیر مشروع و غیر قانونی است که اخذ می شود و دقیقاً باجگیری به حساب می آید که خرج بیکفایتی های دولت می شود. برداشت از درآمد مردم پیش از اینکه درآمد مردم به دستشان برسد. در این شرایط دولت عملاً جیببری می کند و سر گردنه ایستاده است و در حال غارت مردم است. عوام نیز متوجه نمی‌شوند از کجا خورده‌اند و به جان یکدیگر می‌افتند و این در حالی است که دزد اصلی این طور نشان می‌دهد که در صدد است که مشکل آنها را حل نماید، چون این مجموعه ای را هر نام می‌توان داد جز نام دولت مردمی. زمانی لنین به صراحت نوشت مؤثرترین راه در هم کوبیدن طبقه متوسط این است که آنها را بین دو سنگ آسیاب تورم و مالیات قرار دهند. طبقه متوسط که نابود شود همه چیز فرو خواهد ریخت و طبقه متوسط دیگر باقی نمیماند تا کتاب به دست بگیرد، سفر کند، یاد بگیرد، یاد بدهد یا اینکه حامل ارزش‌های دموکراتیک و فرهنگ باشد. میلتون فریدمن معتقد بود تورم یا همون مالیات پنهان غیر مشروع و غیر قانونی است که اخذ می شود و دقیقاً باجگیری به حساب می آید که خرج بیکفایتی های دولت می شود. برداشت از درآمد مردم پیش از اینکه درآمد مردم به دستشان برسد. در این شرایط دولت عملاً جیببری می کند و سر گردنه ایستاده است و در حال غارت مردم است. عوام نیز متوجه نمی‌شوند از کجا خورده‌اند و به جان یکدیگر می‌افتند و این در حالی است که دزد اصلی این طور نشان می‌دهد که در صدد است که مشکل آنها را حل نماید، چون این مجموعه ای را هر نام می‌توان داد جز نام دولت مردمی. زمانی لنین به صراحت نوشت مؤثرترین راه در هم کوبیدن طبقه متوسط این است که آنها را بین دو سنگ آسیاب تورم و مالیات قرار دهند. طبقه متوسط که نابود شود همه چیز فرو خواهد ریخت و طبقه متوسط دیگر باقی نمیماند تا کتاب به دست بگیرد، سفر کند، یاد بگیرد، یاد بدهد یا اینکه حامل ارزش‌های دموکراتیک و فرهنگ باشد. میلتون فریدمن معتقد بود تورم یا همون مالیات پنهان غیر مشروع و غیر قانونی است که اخذ می شود و دقیقاً باجگیری به حساب می آید که خرج بیکفایتی های دولت می شود. برداشت از درآمد مردم پیش از اینکه درآمد مردم به دستشان برسد. در این شرایط دولت عملاً جیببری می کند و سر گردنه ایستاده است و در حال غارت مردم است. عوام نیز متوجه نمی‌شوند از کجا خورده‌اند و به جان یکدیگر می‌افتند و این در حالی است که دزد اصلی این طور نشان می‌دهد که در صدد است که مشکل آنها را حل نماید، چون این مجموعه ای را هر نام می‌توان داد جز نام دولت مردمی.